السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد دو شخص بی نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین. از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امون محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ آنها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خویش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهد دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند با این دختر برای تسلیم کردن نفسش و با این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود.